تا جایی که میدونم تو اغلب خلاصه بحث‌های فنی و تکنیکیش میگن گریه انداختن سخت‌تره، چون بایستی به عمق بیشتری از احساس فرد ناظر نفوذ کرد و عمیق‌تر تحت تاثیر قرار داد. دلایل دیگه هم میارم، مثلا میگن که بالاخره فرد به طور معمول برای خندیدن بیشتر همکاری میکنه با کسی که داره براش برنامه اجرا میکنه، چون تمایل بیشتر به خندیدنه تا گریه کردن. شاید بایستی گفت که متاسفانه در ایران امروز شاید گریه انداختن ساده تر باشه و خندوندن خیلی کار مشکلی باشه، ولی به هر حال اگه نخوام خیلی وارد این مقایسه های اینطوری بشیم که خب نمیشه قضاوت دقیقی کرد، حداقل میشه اینو قطعاً گفت که امید و تلاش بر این هست که انشالله به زودی زود به ایرانی دسترسی پیدا بکنیم که درش گریه انداختن آدم‌ها غیر ممکن باشه و خندوندن آدم‌ها بدون هیچ تلاشی میسر باشه انشالله.